بچه چند بزرگ شدم همه حیات توفتوی بزرگ شدم میفهمی یکم دختره که چود که نرمال نبوشا میگیرمش گرنی زن گیرم ماشاءالله کراف از نو زن یکم کسی را بیو که مقصد هیچ که نداشته باشه دست حقیره باشه خیلی بو ثواب باید چوه صغیره پدر مادر دارو نمیشه نه که مقصد با یکم بچه خالش خفتن خونی نمیاد دست او چو کدی تو کرونا ما دیدم کرونا او میشه واشیدنیه مال چو برا چو برا هیچیه پرابلم خیلی گراندیوز دارم بچه چو کدی بله بودو عروسم دنیو خدورا در اجدنش رفته استای من رفته استم خید کدی چو کدی چی پرابلم آخر پول در کورا که اگم پدر یا بگیریم باریمش اگر باشه دستت بیویا بته اگم سون بای سوکتوش میکنه سروچ نیباده سروچ نه هازی نمی هازی ساعت 12 شب نشیده من باید برم رو چی برا جون پرابلم آنه سروچ نباشه کو اینم جا بیستو من سهر قطمیون ای بچه چوکا دستی دست در کیسه مای خید ساکه گوی زور سوی بیده زباسته بچه خشرو نگو که کیسه خدمت دسته اوخه اینه بگی نگو دور ما در کیسه خدمت دسته خاطر کیمه گرانگی برو کی ما بخاری بی؟ ای بالگار که خیتویی باشه چی باشه؟ خیتوی براتان براتان عثمان نمیدونی سروکش چند داری چند قیه خیتوی نویسندگی خیتوی نویسندگی آمیدوم خیتوی را براتان سروک 60 سال براتان اگر خشرو استفادهش باری یا سال یا روزای ها براتان توی قبا سعودی باید چیکو میگینی دیجا؟ مرا چند بار براتان دعوت کردن خیتوی بیو دپوتات شانه که نظر الله پستی دای همش میشه براتان یا مجده دارم براتان در شکاف دوخی داری او دارم چو میگینی؟ یا بزنم بایتن که کشی را گرنی بو گرفتم یا او چای گلی زنگ زده است عروس چای دوامه قطیش گاب زنم اوخی دوخیزنی با تلفن چی کار داره؟ آخی قطیش گاب میزنم یا که بوزا پخمه رسانی کرسی وام شواکه پانیمات که او بوش نمیره و خیبو نمیره خواندن با طرز اخبار سلام علیکم کارمندان میلیسیا با گمان دست داشتن در تشکیلات موجودات غیر قانونی با طرز کلوبی بینو با ائتلاف دفتر مطبوعات وکیده تاجیکستان با طرز خوزندی گمانبر شده به مقصدی به مهاجرین مهنتی فرستادن و با طرز فامیلی شهروندان جمهوری در خارج کشور در بنای ارمغان واقع در کوچه گیره کرده گفتنم به شاید سپاس غیر قانونی به داشتن اجازه غرمی من کم که وزارت مهنت گفتم که با شکل اهالی جمهوری تاجیکستان شهروندان زنی 32 ساله را محکم کردن جنگ کرده بود دیگه شما در مورد 24 ساله سکان شهر حصار با مقدار 1000 دلار خندیده 1000 دلار پول گرفته با نام برده این همه مهاجران مهنتی به اروپا فرستاد یه بار دیگه اخبار
سلام باشی